من برای پول به تراکتور نرفتم. این جمله بود که مهدی ترابی بازیکن فصل قبل پرسپولیس پس از پیوستن به تراکتور گفت. اما اکنون ابعاد جدیدی از قرارداد این بازیکن فاش شده. درویش مدیر عامل پرسپولیس در برنامه فوتبال برتر گفت که ترابی پیشنهاد 35 میلیاردی پرسپولیس رو رد کرده. پیشنهادی که 15 میلیارد بالاتر از سقف باشگاه بوده و ترابی گفته که حتی این رقم نصف قرارداد پیشنهادی تراکتور هم نیست. یعنی اینکه این بازیکن که شاید نتونیم حتی جزء 10 بازیکن برتر فوتبال ایران در برهه کنونی حسابش کنیم، برای یک فصل حداقل 70 میلیارد تومان پول گرفته. دستمزد ترابی با دلار امروز حدود 1.3 میلیون دلار میشه، رقمی که به نسبت بسیاری از بازیکن‌های لیگ‌های اروپایی خیلی بالاتره. همه ما لامین یامال رو میشناسیم، ستاره بارسا و اسپانیا که چندی پیش قهرمان یورو شده. استعداد نابی که پاریس حاضر براش 250 میلیون یورو هزینه کنه که در فصل پیش رو از بارسلونا تنها 1.1 میلیون یورو دستمزد میگیره. با این اوصاف آیا به نظر شما ترابی و امثال هم ارزش این اعداد رو ارقامو دارن؟